سلام دوستای جان. ما یه خانواده 6 نفره هستیم. یه برادر دارم و 2 تا خواهر. سال 95 سالی بود که ازدواج کرده بودم. برای خودم یه شرکت زده بودم و اوضاع مالیم خوب شده بود. تونسته بودم خونه بخرم و ماشین خوبی بخرم. اوضاع مالیم خدا رو شکر خیلی خوب بود. من 2 تا خواهر دارم، سحر و ساناز. سحر بزرگتر و ازدواج کرده، 2 تا بچه داره. دخترش اون موقع 12 سالش بود و پسرش 2 سالش بود. تو دفتر کارم چند تا کارمند خانوم داشتم که با هر 3 تاشون رابطه داشتم. نوبتی می اومدن تو اتاقم و از هم لب می گرفتیم و با سینه هاشون بازی می کردم. اگه وقت بود رابطه کامل از جلو و عقب با هم داشتیم. وقتی مردونگی آروم می گرفت اونام می رفتن سر کارشون. این شده بود کار هر روزم. با اینکه زنم رو خیلی دوست داشتم، باهاش رابطه خوبی هم داشتم، هیچی هم براش کم نمیذاشتم، ولی دست خودم نبود. خیلی هات بودم، همیشه آماده رابطه بودم. یه بار داشتم توی یه سایت میچرخیدم که با یه سایت شهربانی آشنا شدم. کارم شده بود خوندن داستانهای سکسی با مهارم. خلاصه خواهر بزرگم خیلی خوشگل و سفید و توپر بود، با اینکه 2 تا بچه داشت. چون همیشه ورزش میکرد هیکلش خیلی خوب بود و سکسی بود. یه مدت بعد جور رفته بود تو فکرم. یه روز بهش پیام دادم و گفتم سلام سحر جون، خوبی؟ چه خبر؟ یه وقت خبر از داداشت نگیری؟ ببینی مردم یا زندم؟ که جواب داد سلام داداشی، چه عجب از شما که یادت افتاد یه خواهرم داری. زنت اجازه داد که یاد من بیفتی؟ پیام بدی؟ با هم شروع کردیم چت کردن. منم همش قربون صدقش میرفتم. آخرش گفتم آبجی دلم برات تنگ شده، فردا میام ببینمت. اونم گفت باشه داداش، منتظرتم. که ازش پرسیدم شوهرت ساعت چند میره سر کار؟ گفت ساعت 9 میره. گفتم باشه، رفت بگو بیام. گفت واسه چی بره؟ چیزی شده؟ گفتم نه، میخوام خواهر و برادری تنها باشیم، درد و دل کنیم. چند دقیقه بعد گفت باشه. چون خونشونو عوض کرده بودن ازش آدرس جدید رو گرفتم و بعد از خداحافظی یه حال عجیبی داشتم. تپش قلب گرفته بودم. خیلی حالم بد بود. اون شب تا صبح خواب آبجیم و رابطه با اونو میدیدم. خلاصه صبح خواهرم پیام داد که شوهرم رفت. منم راه افتادم رفتم سمت خونه خواهرم. وقتی رسیدم خواهرم اومد جلوی در. دیدم که با یه چادر گلگلی اومده. حالم یه جوری شد. انگار یه فرشته جلوم وایساده بود. فقط یه رژ ناز رو لباش بود. تا منو دید بغلم کرد و منو بوسید. با هم رفتیم داخل خونه. وقتی وارد اتاق شده یهو بغلش کردم و لباشو بوسیدم. جا خورد. گفتم الانه که بزنه تو گوشم، ولی هیچ حرفی نزد. بالاخره رفتم و نشستم. اونم رفت برام چایی بیاره. یکم با هم در مورد زندگی و کار حرف زدیم. پسرش تو اتاق خواب بود و دخترش هم رفته بود مدرسه. خلاصه رفتم نزدیکش نشستم که گرمای بدنش رو احساس کردم. انگار مغزم کار نمی‌کرد. دستم انداختم دور گردنش و چند تا مچ آبدار از لبش گرفتم. سینه‌های سفیدش که علابی تابش زده بود بیرون و بوسیدم. گفت داداش چی کار میکنی؟ ما خواهر و برادریم، حواست کجاست؟ دستم گذاشتم رو بینیم و گفتم بچه بیدار میشه. بردمش تو اتاق خواب. شلوارمو در آوردم که گفت داداش مگه تو زن نداری؟ این چه کاریه؟ گفتم هیچی نگو. یهو خوابوندمش و باهاش رابطه برقرار کردم. بعد از اینکه هر دوتامون ارضا شدیم چند دقیقه تو بغل هم بودیم که به آرامش رسیدیم. نیم ساعت بعد دیدم خواهرم داره گریه میکنه. اصلا نمیدونستم باید چی بگم. تازه عقلم اومده بود سر جاش. فهمیدم که چه غلطی کردم. اون روز شرمندگی از خونش زدم بیرون. رفتم شرکت، بهش پیام دادم و کلی باهاش حرف زدم و قربون صدقش رفتم. خلاصه آرومش کردم. رابطه ما تا الان ادامه داره و نمیتونیم از هم دور باشیم. ممنونم که به داستان زندگی من گوش دادید. به نظرتون من چی کار کنم؟ به رابطم ادامه بدم یا تمومش کنم؟